کلو ایشالله این دفعه درسته دیگه. یا که اینجوریه ایشالله. تو اینجوری حرف بزنی دسته که ایشالله. برو. سلام به پیپتاک، خیلی خوش اومدید. من امانم به همراه کوروش و علی. اینجا پیپتاک با تجهیزات واویلا احتمالاً سیزن 2 نه پیپتاک برنامه ساخته شده از بچهای چی؟ یعنی هر کی بیاد ببینه الان فکر می‌کنه چه برنامه‌ای الان ما داریم درست می‌کنیم. برنامه است به نظرم. از بیرون خیلی رخ کار قویه. ولی طبق پایینی بیشتر فکر کنم روخش دیگه. چرا؟ تورم نمی‌بینی، یعنی دیالوگ سیاه. آره اون که چیز کرده. اون استودیو فکر کنم آهنگ ضبط میکنه. شاید. اونو بلک اوت کنه. بعدی بگم بچه‌ها یه شرکت استخدام کنن. همه رو بگن. چه خبر؟ هیچی. شما چه خبر؟ همه چی خوب؟ هفته بسیار پرحادثه‌ای داشتم من. نه بابا. 4-5 تا فیلم دیدم. اصلا نیستی تو فیلمی. آخه میام از سر کار ساعت 6 بعد دیگه میافتی. آره دیگه لشم. بعد میخوابی. فیلم دیدم این هفته چند وقت خوب فیلم ندیده بودم. چه فیلمی دیدی؟ این هفته یه اینساید اوت رفتیم با آقای پشت صحنه. جالب بود. داره اینساید اوت رو دیدی؟ یکیش هم دیدی؟ تو دیدی؟ نه. یکیش رو دیدم، دوشو ندیدم. خیلی به نظر من دوش قشنگ بود. دوش باحال بود ولی یکیش یعنی دوش که باحال بود یکیش هم باحال بود. یعنی کلا اون ارتباطی که اون شخصیت‌ها با هم دارن به نظر من خیلی جالبه. من خیلی دوست دارم چون خیلی ساده بهت. آره خیلی قشنگ. آفرین دقیقاً. آفرین برای بچه‌ها اتفاقا خیلی به نظر من خوبه، حتی برای بزرگا. یعنی همه خیلی راحت میتونن با احساساتشون. خیلی راحت نمیتونی اون احساسات رو توصیف کنی ولی اینقدر قشنگ توصیفش میکردن تو به نظرم نیازه. یه دو سه تا فیلم دیگه هم دیدم. The Hunt نه The Game جالبه، اینم ببینید. The Game اون چیزه؟ The Game پلیناس کی؟ باز فیلم پلاس؟ نه یه آدم پولداریه. نگاه به ساعت. اگه دارم زیاد حرف میزنم بگو. یه یاروی تولدشه، پول داره آقا دیگه، مثلا دیگه به همه چی رسیده و اینا، دیگه زندگی بورینگ. بعد داداشش میاد یه چیزی بهش، مثلا برای کار تولدش یه چیزی بهش میده که اون The Game اونه که آره جالبه. اونو ببینی فیلم رو. A Quiet Place هم دیشب دیدم. قدیمی یا جدید؟ قدیمی یکشو. حالا دوشم تو سینما ببین. نه اون سهشه. نمی‌کنم زیاد اون سهشه. نمیدونم چرا اصلا. کدومو دیدی؟ من یکشو دوش. من یک بد نبود به نظر من. ببین یکش حالا میگه یه کانسپت جدیدتری بود ولی دیگه دوش هم همونه، سهش هم همونه. سهش دیگه حالا استاد دوست ندارم ولی باحال بود. یه اتفاق دیگه همین هفته افتاد. من متاسفانه یعنی ما یه معلممون رو از دست دادیم. معلم چی؟ معلم فیزیک بود، آقای احترامیان. بله. معلم فیزیک بود کلاس 10. متاسفانه. بعد من پریروز داشتم تو اینستا میچرخیدم، بعد دیدم خود پیج خودشو داشتم، بعدم استوری گذاشته انا الله چی؟ و چی؟ انا لله و انا علیه راجعون. بعد این استوری اولش بود. چرا اصلا این موضوع نه میگفتی مثلا با خنده داریم بعد سر ببینم. بعد استوری بعدی من فکر کردم والله کی مرده دیگه. بعد استوری بعدی استوری خودشو، یعنی عکس خودشو پسرش بود. بعد من شدم پسرش what the fuck. بعد نه خودش فوت شده دیگه. پسرش استوری گذاشت. بعد معلم واقعا خوبی بود. یه بارم یاد باشه ما رو داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به امتحان. آره بابا ما رو بعد جریمه کرد. چرا؟ داشتیم حرف می‌زدیم. جواب دادیم. ما رو چیز کرد خدا رحمتش کنه. ما رو چیز کرد. نه حالا قبل که داستان توضیح بدم، من واقعا روزی که کوروش فرستادی و اون چیزا من سر کار بودم، یهو اصلا حالم گرفته شد. خیلی چیز بود. اصلا خیلی عجیب بود. آخه جوان بود. آره یعنی مثلا فکر کنم از یعنی 50 نبود. خیلی جوان بود. صحبت نکردی با چیز نه؟ با کی؟ نه صحبت نکردم. یعنی نمیدونم دلیلش چیه، چون احتمالاً حالا یه مریضی بوده یا حالا تصادف چیزی. ولی ما یه بار آزمون داشتیم
بعد مثلا فکر کنم هر 2 هفته چقدر هر ماه آزمون میگرفتن تو کل مدرسه. بعد ما آقا داشتیم صحبت میکردیم راجع به این آزمونه، مثلا زنگ قبل این آزمونه رو داشتیم، رفتیم زنگ تفریح برگشتیم، خب طبق روال همش صحبت میکنیم که آقا چی زدی، مثلا این سوال این جوابش این میشه، مثلا تو چرا اینو زدی فلان. ما تو میزمون داشتیم صحبت میکردیم. اسمشون رو گفتی؟ اسمشون بگیم اوکی. گفتم آقای احترامیان اومدن داخل، نمیاد سر زنگ فیزیک اومدن داخل و یهو نمیدونم حالا روز بعدی داشتن یا چی، یهو گفتن که گفتن شما چرا صحبت میکنین، بیاین پای تخت ببینم شما درستون خوندین اصلا، برای چی دارین راجع به موضوع دیگه صحبت میکنین. میگم موضوعمون هم درسی بود تازه، من برای چی دارین راجع به موضوع دیگه صحبت میکنین. خیلی معلم خوبی بود واقعا، نمیدونم اون حرکت عجیب بود درست من. بعد خلاص ما رو بردن پای تخته و سوال پرسیدن راجع به جلسات قبلی که ما درست هم جواب دادیم، ولی بازم جریمه کردن، گفتن 2 بار اونم بنویسین. آره گفت از اون فصل یه بار 2 بار بنویسین. رو فصل. اوه بیخیال. رو فصل گفتم. نه زیاد نبود، یه صفحه بود. آره بعدم یادم نمیاد، من فکر کنم ننوشتم اصلا. من می‌خواستم بگم که دیگه آره. موقعی میگم که خیلی گذشت معلم دیگه خوبی الان نه معلم خیلی خوب. بعد یه کمدی خاصی هم داشت این معلم که حالا یادم نیست دقیقاً حالا جوکی چیزی، ولی یادم شوخیاش شوخی خاصی بود که میخندیدی، باحال بود. معلمای خوب. بعد ما الان که دارم بهش فکر می‌کنم میبینم بعضی اوقات معلما رو ما یه حرکتایی می‌زدن که ما درس عبرت بشیم واسه بقیه. حس می‌کنم یعنی ما چون درسمون خوب بود مثلا چیز خوب بود اینجوری بود که مثلا می آوردن ما رو که گفتن یعنی ببین اینا رو ما اگه تمرین می‌کنیم ببینید شما چیکار می‌کنید. یه حالت اینجوری هم داشت چون اینکه درست جواب دادیم و بازم جریمه شدیم فکر می‌کنم. من شمارش هم داشتم. منم دارم. من بابا تبریک میگفتم. آره من همینطور. من بعد صحبت چت می‌کردیم قشنگ با. بعد رفتم دیدم چتامونو، دیدم مثلا سوال، یعنی تکست دادم که آقای احترامیان من 2 تا سوال فیزیک دارم بفرستم براتون. بعد فرستادم حل کرده بود. بعد یادت جزء چقدر سوال فیزیک ازش نه تو ایران بودیم. مثلا داشتم درس میخونم 2 تا سوال مثلا فیزیک خورده بودم بهش. بعد فرستاده بودم مرتب، جزء چقدر مرتب بود، خوش خطم بود، حل کرده بود فرستاده بود. بعد فکر کنم که به ما میگفتش که اگه سوال داریم بفرستیم برام همچین چیزی. همه معلوم فکر کنم بودن توی تلگرام نمیدونم. ولی من حالا اومده بودم اینجا سال دوم که کووید بود، ما یه درس داشتیم آنلاین سوشال ساینس بود. بعد یه معلم داشتیم، یعنی پروف منظورم معلم، کپ این بود، یعنی اصلا مدل صورت حالا عکسش نشون میدم اصلا عین همین بود. بعد فرستادم واسش میگفتم آقای احترامیان این یه چک بکنید شاید برادر از آب در اومدین. بعد موقع دیگه شماره‌مو نداشت. گفت شما گفتم کوروش تبریشی هستم. بعد اونجا فهمیدم کوروش جان فلان. ولی خیلی ناراحت کننده بود. کنه واقعا. تو ته اپیزودیه خداوند حفظ کنه بقیه معلمانو. این قسمت رو تقدیم می‌کنیم به آقای احترامیان. بله. ما که از دهم بودم. دهم فیزیک. آره من ولی اخیراً حالا قبل از این داستان مثلا یه ماه 2 ماه پیش داشتم فکر می‌کردم که خیلی وقت ما ارتباطی نداشتیم با معلمای ایرانمون، یعنی خواستم یه پیام بدم وقت نشد. ولی چقدر زود دیر به خدا یه همچین حالتی داشتن با آقای جعفریان یکم دیگه ادامه بدیم ولی گریه میکنه. من دلم خیلی واسه آقای ظریف تنگ شده. آقای ظریف بذار یه داستان بگم اینجا. نه آقای ظریف یه اسطوره است. یه داستان من اینو بگم و ببند. اون شیکوی رو دانش بحث شدن. یه داستان من از آقای ظریف بگم فکر کنم شاید تو ندونی، یه آبروریزی عجیبی ما کردیم. ما آقای ظریف مسئول کتابخونه مدرسه ما بودن، ما راهنمایی که بودیم. اون اول سال آقا ما سال هفتم که وارد مدرسه اردکانی شدیم یه جلسه اولیا مربیان و اینا بود و مامان ما اومدن داخل اون جلسه و بعدش حالا رفتن تو کتابخونه و مثلا با آقای ظریف یکم صحبت کردن اینا. بعد منم با مامانم بودم دیگه. بعد ما هم نشستیم و میگم منم ظریف ناظمه، آقای ظریف مسئول کتابخونه. نه مسئول کتابخونه. بعد آره بعد منم طبق معمول خیلی چیز موجه نشسته بودم جلوشون اینا. آقای ظریف هم
بعد آقای ظریف خوششون اومد، خلاصه خوششون اومد و پسندیدن. نه یعنی حال کردم بدترش میکنه. نه چی میگن، ستارهشون عزیزم ستاره هامون همو گرفت، گفته بیا بریم اون پشت من یه چیزی نشونت آقای ظریف حرمت داره این کار. آقای ظریف خیلی چیز شد، چی میگن ایمپرس شد. آره بله آقای دقیقاً امپرس شدن و خلاصه ما از اونجا به بعد گفتن شما بیا چیز شو، مسئول کتابخونه شو، کمک دست من مثلا واسطه اینا، چون کتابخونه برو آقا برو بگو من توجه نکنم. بابا اون کتابخونه ما میدونی چقدر سود بردیم از این نه کتابخونه باحال بود، کتابخونه خوبی داشتیم، الان بهت میگم کتابخونه خیلی خوبی داشتیم، بزرگ بود. آره کتابخونه فیلم و اینا داشتیم، همه چی بود. دارم بعد توضیح میدم استیگاه. آره ولی جدی من دفعه اول که رفتم تو اون کتابخونه فیلم‌ها رو دیدم پرام ریخته بود، گفتم اوه یه جا میشه بری. نه کارتون و مثلا فیلم اینا داشت، بعد میتونستی بگیری. آره سوباسا فلان خیلی باحال بود اون موقع. خیلی کتابخونه‌اش خوب بود، بعد کتابای درست حسابی همه چی اوکی. در خودش می آورد و میچید و همه کارا رو میکرد. آره دیگه، ولی معمولا میگم هر سال خب دانش آموزام کمک میکردم، مثلا یکی دو تا مسئول کتابخونه‌ام بودن اون سال، مثلا والنتیری. آره والنتیری، مثلا که زنگای تفریح ما میرفتیم اونجا، حالا مثلا کمک میکردیم که بچه‌ها میان کتاب میبینن و اینا، یا کتاب میگیرن پس میدن، ما مینوشتیم و اینا. بعد خلاص آقا ما رفتیم و سال هفتم اونجا بودیم، سال هشتم تو اومدی؟ من آخرای هشتم اومدم. تو آخرای هشتم اومدی، یه دوست دیگه داشتیم سروش رضی‌زاده، اون اومد یه مدت. بعد خلاصه آقا ما مثلا کتاب میفروختیم دیگه، آقای ظریف دیگه اعتماد کرده بود، مثلا میرفت ما کتابا رو میگفت مثلا بفروشین، کتاب کمکی‌ها اینا رو همه رو ما چون مثلا میفروختین کتابا میفروختین. آره دیگه مثلا یاد باشه مبتکران بود، نه مبتکران و اینا بود و ما اونا رو مثلا زیاد میگرفتیم، تخفیف میگرفتیم، میدادیم به دانش آموزا. بعد مثلا همه اونا مثلا یه بار بود من چقدر پول دستم بود، یه پول خوبی دستم بود که من اصلا چی؟ من یادمه بگو. یه پول خوبی کل روز دستم بود، من استرس داشتم مثلا این همه پول دست منه، من مثلا باید چیکار کنم؟ 2 میلیون مثلا. آره. بعد خلاصه آبروریزی که ما کردیم این بود که ما خب دیگه مثلا حالا با بابام هم صحبت می‌کردن آقای ظریف بعضی اوقات و اینا. بعد ما یه باغی داریم کاشمر، حالا یه خونه باغی داره و اینا که تفریحی مثلا میرفتیم اونجا. اینو گفتی؟ آره اینو گفتم به تو. بعد آقای ظریف بنده خدا آقا یه بار تازه دخترشون هم عروس شده بود، با دامادشون گفتن آقا ما اگه میشه یاد نداره ما بریم کاشمر، مثلا بریم باغ شما حالا یه مدت یه چند روزی یا یه روزی نه یادم نیست نشد اونجا باشیم و باغ انگوره مثلا هلو داره انگور داره فلان. بعد گفتیم ما هم گفتیم با کمال میل چرا که نه حتما خوشحال میشیم فلان اینا. ما خودمونم مشهد بودیم دیگه باغ اونور. بعد ما اونجا یه سرکارگری داشتیم که خدا رحمتش کنه اسمش حسین آقا بود. این حسین آقا دیگه یه مقدار سنش رفته بود بالا، اعصاب معصاب هم نداشت، کسی هم راه نمیداد تو باغ، کسی راه نمیداد مگر با اجازه. آقا اینا رفته بودن کاشمر، فکر کن 3 ساعت رانندگی رفته بودن کاشمر، رسیده بودن با مثلا داماد تازه، مثلا گفته بودن آقا حالا می‌ریم باغ این مثلا شاگرد با دامادش و عروسه یعنی دخترش احتمالاً و خانمشون رفته بودن آقا اونجا مثلا صبح. بعد بابای من اینجوری بودن که شبا معمولا دیر میخوابن، صبح مثلا از اون از دیر بیدار میشن، مثلا 11 بیدار میشن اینا. حالا الان باز نمیدونم، اون موقع روال اینجوری بود آقا. اینا مثلا ساعت 8 رفته بودن دم باغ، رسیده بودن دم باغ، در باغ بسته بوده، اینا در زدن، حسین آقا اومده بود گفته بود من شما رو نمیشناسم. بعد اونا هی به بابای من زنگ می‌زدن که آقا مثلا این در رو ما باز نمی‌کنه. از مشهد رفتن کاشمر، از مشهد 3 ساعت رانندگی رفته بودن اونجا آقا، هر چی اونم گفته الا بالله من راه نمیدم، یکی نیست بگه. حالا بعدش بابام گفته حسین جان حالا این باغ 5 نفر آدم اومدن راهشون بده دیگه، یعنی چی مثلا. بعد آخه چون یه مدت دزدی میشد، بعد اونم دیگه نمیشناس دیگه راه بده دیگه، میگفت فکر کردم مثلا نمیشناسم راه ندم بهتره. خلاص آقا اینا مثلا 20 بار به بابای من زنگ زدن، بابای منم گوشیشون سایلنت، خب برنداشتن هیچی. 8 صبح زنگ زدن و اونم وارد 11 بودن.
اصلا ببین بعد اینا برگشته بودن همونو باز دوباره 3 ساعت برگشته بودن چون جایی نیومدن تو کاشمر که نمیشناختن اینا رفته بودن که اصلا برن به مقصد باغ ما که مثلا اونجا حالا حسین کلیدو بده بهشون مثلا برن بشینن و اینا هیچی در نکرد. بعد من خدا رحم کرد اون سال آخر بود و یعنی من اصلا دیگه روم نمیشد واقعا برگردم تو اون کتابخونه. چه فوشی دادن تو راه برگشت، چون این آقای ظریف وقتی عصبی میشد خیلی بد عصبی میشد. این آقای ظریف ابهتی داشت واقعا. ببین خدا حفظشون کنه همه موها و اینا سفید بود، ابروها حالت امام خمینی ولی سفید جدی ابروها پر بود دیگه اگه اشتباه نباشه ابروها پر. بعد اصلا یه ابهت عجیبی بعد میگم هم اصلا با کت شلوارم میومدن عصبی میشدن واقعا اخمشون همون حالت امام خمینی میگرفت آدم. ولی خلاصه خیلی آبروریزی بدی بود اونجا که ما اتفاق افتاد و بنده خدا رحم کرد که ما دیگه نرفتیم. بله خدا حفظشون کنه. بله میگم من دلم برای آقای ظریف خیلی تنگ شده. سروش رفته بود چند وقت پیش مدرسه گفتم سلام برسون. من یه بار ناظممون این چند سال پیش فوت شد، ناظم ابتدایی، اونو خیلی ناراحت شدم. ما گریه داشتم میکردم لیترالی. نه این حالا چند وقت پیش بود ولی این هفته اتفاق افتاد. این معلم فیزیکتون. آره این هفته بود. آره چند روز پیش بود. آره امروز هم استوریشو گذاشتن که مراسم انگار ختم و اینا شد. من اینستاشون ندارم متاسفانه. بگذاریم. ولی کتابخونه خوبیش این بود که ما زنگای مثلا نماز و اینا رو بعضی اوقات میپیچوندیم میرفتیم کتابخونه میگفتیم داریم کتابا رو مرتب میکنیم. بعد آقای ظریف هم پایه بودن مثلا بعضی اوقات بعد نامه میدادن دیگه. ما نامه ها رو الان دارم ما تو تیم فوتبال هم که بودیم نامه یکی از بچه‌ها بود اشکان چیز میکرد نامه مینوشت با دست خط معلم ورزشمون امضا میکرد میداد به معلم جغرافیمون میگفت ما گفتن بریم تمرین. نه خب میدونی دلیلش چی بود؟ ما کلاس 8 رفتیم مسابقات، بعد دوم شدیم، فینال رو باختیم، بعد فرداش سر صف من کاپیتان بودم. خب منو بردن اون بالا گفتن که بله تیم فوتسال مدرسه هم فینال رو دیروز باخته، شما از امروز اجازه دارین هر روز تمرین کنیم برای سال بعد. آقا ما اینو گرفتیم هر روز میرفتیم تمرین بازی فوتبال. معلم ورزش نبود، بچه‌ها نامه‌شو جلب می‌کردن میدادن به معلم آقا مثلا فلانی و فلانی فلانی برن تمرین فوتبال. هیچی ما رفتیم ولی سال بعدش اول شدیم. آره اون سال اول شدیم بردن اون رستوران سلف سرویس. بله بابا هزینه بالغ بر 20,000 تومان نفری احتمالاً خرج کرده بودن اون موقع. شما چطور بود هفته؟ این هفته سیل اومد، مایکروسافت کرش کرد. سیل اومد تعریف کن. آره ما این هفته بود که بحران همه شهر رو فرا گرفته بود. آره من رفتم سر کار ساعت 2 شیفتم شروع میشد. رسیدم بعد از آسانسور می‌خواستم برم بالا، دو تا از همکارام اومدن بیرون مال شیفت صبح بودن. اومدن بیرون گفتن آقا طبقه بالا شیت شو. رفتن گفتم شو چه خبر مثلا چی 10 تا ماشین خوردن مثلا به همین مثلا 10 تا اتفاق افتاده کوچولو. حالا مثلا درو وا کردم رفتم بالا و رفتم تو اتاق چیزمون. چند نفرن کارمندامون؟ آره هر شیفت 5 2 3 4 5 6 نفر. یکیشون از تیم جداست کار دیگه میکنه. خلاص 5 6 نفریم. دو تاشون رفتن و بقیه هم اتفاقا رفته بودن دیگه. تیم ما شیفت بعد از بالا و منم نفر آخر رسیده بودم. رفتم و درو وا کردم رفتم تو. یه پسره بود که من روز اول که رفتم من یه تور که به من دادن اونجا رو این منو مثلا با من حرف زده بود اینا. ولی مش تا کار نکردم. آقا درو کردم تو گفت چطوری این مثلا خیابون فلان دیدی؟ تو اون صحبت گفت خیابون فلان دیدی؟ گفتم که آره مثلا قرار رودخونه شده. یه خیابون نیست. همون جایی که الان مسابقه چیزه هاندا ایندیه اونجا شده بود. هاندا ایندی چیه؟ هاندا ایندی مسابقه ماشینرونیه که اون تیکه‌ای که CNE برگزار میشه اون سمت وست اون ورچ شده بعد تو لیک شور و اینا ماشین مسابقه. این اونیه که ما بعد میرفتیم. عکس اینو قاطی کرده بودن. کجا رفتیم؟ ما با آقای پشت صحنه رفتیم. آقای پشت صحنه F1 همین امروز دیگه. آها رفتیم F1 اگزیبیشن. هاندا ایندی هم بغله. بعد کل لیک نه بابا بغل نیست.
چرا با یه ذره فاصله دارم با هم؟ نه بابا این میگه یک یانگ ما اون دم اون کوینسکی بره. بودیم. مگه اگزیبیشن ما یانگ و کوینسکی نه بودیم. نه من همین فکر رو میکردم. بس چی اون این وسته و کل لکشور زیر آب بود. بعد این اتوبان دی وی پی هم یه تیکه پایینتر از دانده است، کامل زیر آب، ماشینا اینجوری تو آب بودن همشون. بعد رفتم تو اینا گفت آره اینا رودخونه‌های جدید تورنتو. بعد دیگه نشستیم و اینا، بعد دوربینا رو زدیم عقب ببینیم مثلا ویدیو بود از اینجا آب میگرفت، از همون دقیقش نبود ولی مثلا ماشینات شالی اومد آدما رو از تو ماشین کشید بیرون اینا. نه بابا آره بعد دیگه تو ماشینا کشید بیرون. آره دیگه خیلی تو ماشین گیر کرد. یعنی این در این حد بوده که آدمو نتونستن از اون بیان بیرون. من نمیفهمم اینو چجوری گیر میکنه. مثلا آدم تو ماشین وقتی داره میبینه آب داره جمع میشه، خب روشن کن برو دیگه. نه دیگه مثلا آب جمع شده میره تو آب ولی بعد عمیق‌تر از اون چیزی بود. ترافیک شده بوده. نه این چند تا من ندیدم ویدیوی اولشو که چه جوری اینا تو آب گیر کردن، ولی خیلی میرفتن تو آب، یعنی سعی میکنن آب رد کنن و میرفتن بعد ماشین گیر میکرد کامل میرفت زیرا. بعد هیچ آب میومد بالاتر. بعد ما که اونجا بودیم هنوز آب داشت میومد بالا، یعنی قشنگ اون اون چیزی که بین اون بریری که بین دو تا چیز خیابونه شمال و جنوبه کامل زیر آب. بعد دیگه هیچی دیگه ما اونجا بودیم و بعد نزدیک بود بارون دوباره بیاد. دوباره اومد فکر کنم یکم نیومد. قرار بود بیاد. دو تا بارون مختلف داشت من سمت تورنتو، بعد جهتاشون عوض شد نیومدن. کچل نرفتن گفتن نریم اینجا دیگه. ولی تو 3 ساعت اندازه کل مقداری که توی تابستون تو تورنتو بارون میاد آره خیلی زیاد بود. آره. مثلا اینکه اسمم بین 100 تا 150 میلی متر آب میاد توی مثلا فاصله کل تابستون. این تو 3 ساعت 120 میلی متر اومد. باریکلا. واشو. بعد چی شد پر شده بود یعنی این ببین یه جاهایی الان مثلا بیشتر بگم یه جاهایی از این اتوبان و خیابونا منطقه‌ای که کنار رودخونه زده بود بیرون آب. بعد مثلا یه جاهایی از شهر هم اگه بریم نگاه کنیم مثلا پارکا و اینا گوده و اینا بعد زده مثلا فلاد زون یا اینا. بعد اینا اصلا برای اینکه وقتی آب میزنه بالا آب اونجا جمع شه نریزه تو خونه‌های مردم. بعد سال 1980 یه چیزی 87 شاید زرد قبلا یه دونه از همین طوفانا میاد. بعد این طوفان باعث میشه که سمت هامبر ریور اون پایین لبا همونجوری که هامبر کالج و اینا هستن اونجا چیز شه، اونجا یه محله بره زیر آب، سیل بیاد تو محله. بعد اون موقع تصمیم میگیرن که یه سری قضیه ذره سیستمای این قانونگذاری یا خونه سازی رو عوض کنن توی تورنتو که یه ارگانی درست میشه که کارش اینه که همین چیزای آب و اینا رو مدیریت کنه که مثلا کنار رودخونه ها نسازن، تو منطقه‌ای که آب میاد نسازن و اینا. بعد ما مثلا کلی سیستم داشتیم و اینا هم داریم که این سیستما میاد مثلا بسته میشه که کل اتوبانو ببنده اتوماتیک. ولی سر این داستان حالا جالبش این بود که خیلی از جای شهر برقا قطع شده بود. آره میگم نزدیک مثلا چند هزار نفر آدم 100,000 120,000 نفر آدم برنامه‌داشتن. آره خواسته. بعد دیگه امروز خیلی جالب بود چون ما کل آره رشتهمون امروز پنبه شد. نه رشته درسی کار گرفت همش. آره همش داری میتونی ببینی که مثلا چقدر جاش خالیه الان مثلا تو این چیزای مختلف. هرچی رشته کردیم پنبه شد یا هرچی رشته کردیم پنبه شد دیگه. پنبه رشته میکنن دیگه. بله این بله خیلی MP3 ولی دیگه باید جمع کنیم دیگه دوستان. ببخشید یه داستان جالب دیروز من گفتم. وقت داریم؟ یه 5 دقیقه 2 دقیقه جمع میشه ولی تو نشنیدی ولی تو شنیدی. من آره مثلا که دارم میشنن احتمالاً شنیدن. نه همه نشنیدن. یه پادکستی بوده توی همین کانادا، یه آقای ایرانی بوده یه پادکستی درست میکرده به اسم اجازه بده اسمش چی بود؟ آخرین شاهد. خب پادکست همش این بوده که میرفته این چیزای جرم و جنایت رو می آورده، مثلا فکر کنم قتلا بوده دیگه قاتلای زنجیره‌ای و اینا رو از چیزایی که نسیم گوش میده. خب دقیقاً نسیم هم گوش میداده بکنم. آره بعد این قاتل این برنامه مثلا برنامه‌ای که توی این مثلا HBO و اینا هم درست میکنن قاتلا رو میارن و اینا خیلی تعریف می‌کرد، داستانشون رو میخونده. فکر کنم مثلا از اینجوری نبوده که مثلا داستانو از دید خودش تعریف کنه. نه دیگه پرونده. آره دیدیم. داری گوش میدی. در جریان هستیم. ما زیاد میبینیم از این چیزا. آره. بعد خواسته این آقا چند روز پیش نمیدونم دقیقاً چه روزی ولی همین مثلا تو هفته گذشته مرده پیداش میکنن تو خونش. آره. و این آقا خودکشی کرده بوده.
یعنی به اینکه خودکشی کرده و اینا. اما بعداً میبینن که یه دونه نزدیک اونجایی که بوده، نزدیک یه رودخونه یا یه مثلا دریاچه‌ای، یه دونه کوله پشت نه کیف پیدا میکنن، کیف چمدون مثلا سفری و اینا، از این کوچولوها پیدا میکنن. کریان توش بدن قطع شده یه خانومی رو پیدا میکنن. بعد معلوم میشه که بدن قطع شده خانومیه که همسر این آقا بوده، آقا ایرانیه که مرده، خودکشی کرده. اینو من خوندم خبرش. داستانش نمیدونم، زده بود یه خانومی رو فقط تو چمدون پیدا کردن. آره اینونه. بعد این خانوم اون آقا بوده، آقایی که پادکست درست میکرده. بعد میفهمن که یه عکس در میاد ازش که داشته با اون چمدون تو خیابون میرفته چند ساعت قبل از موقعی که مرده، مثل که خودش خانومش رو قطع کرده. حالا چرا اینو فکر میکنن این خودش کرده؟ چون تو آخرین پادکستش یه اپیزود 2 دقیقه‌ای میره، مالمام 30 دقیقه است، 2 دقیقه‌ای میره که تو این اپیزود 2 دقیقه‌ای یه داستان قتلی رو تعریف میکنه که خیلی شبیه چیزی که برای زنش اتفاق افتاده. یه جملهش فکر کنم این بود که یه کله انسان توی دستم دارم که دارم باهاش صحبت میکنم، هم چیزی بود. خدا آره موهای تنم سیخ شد. آره بعد این آقا مثل اینکه تم کل حالا پادکستش هم این بوده که مثلا این آدمایی که این کارا رو انجام میدن آدمایی ان که مثلا هر آدمی که شما دورتون میتونه این آدم خاصی نیستن، یعنی اتفاقاتی میفته اینجوری میشن. ولی خب بنابراین هفته دیگه ما یک روانشناس داریم میاد اینجا با همه اعضای بیپتاک صحبتی میکنه برای بیپتاک. بله. ولی خلاصه این هفته تم مرگ بود. این تم خیلی مرگی بود. تم اپیزود مرگی بود. آره ولی حالا خیلی MP3 اخباری این دفعه. ولی هفته دیگه سر خط خبر. آره. ولی هفته دیگه من میخوام یه ذره راجع به دفعه بعدی که ضبط می‌کنیم من میخوام یه ذره راجع به همین داستانی که این هفته سیل و مایکروسافت شد و اینا یه ذره از اهمیت رشته خودمون آفرین. خیلی خوب اگه بودیم اگه کسی رو به قد نرسوندی هیچ وقت تنها نه. ببند آقا دمتون گرم. خیلی حالا MP3 ترین پیپتاکی که بود. خوبم بود، من دوست داشتم. آره دور با میکروفون جدید، با لایت جدید، با کارگردان جدید. تمام. چی بود اسمش؟ بلش کن اسمشو دیگه نیار. تنظیم بازار. جناب آقای تنظیم بازار بله نیستن، به جاش تنظیم بورس آورد. تنظیم بورس، تنظیم اقتصاد، سلطان بیزنس. این بود این قسمت از پیپ تاک. من امانم به همراه کولوش، علی و امال. بله هفته دیگه با اپیزود نه چندان MP3 احتمالاً جبران این هفته 2 ساعت اپیزود. دمتون گرم. فعلا حل قربون همگی. زن زندگی بوس بای. تمام. پیپ تاک میگیری آقا بزن اونو. حل دوربینو بزن. بکش.